Merhaba arkadaşlar. خیلی خوش اومدیم به اولین ویدیوی کانالمون. من این ویدیو رو گذاشتم که همین که اولا که معذرت میخوام اگه خیلی قیافم خسته است، چون من همین الان از سر کار رسیدم، هنوز آرایشم هم پاک نکردم. اومدم که با هم پاکش کنیم و یکم صحبت کنیم که این کانال اصلا چیه، من قراره تو این کانال چه کاری انجام بدم، کلا قراره چه اتفاقایی بیفته. بریم شروع کنیم. اول من این میکاپ رو باید پاک کنم. در مورد این ضد آفتاب کوبو اگه بخوام یه بروز رسانی بهتون بدم، باید بگم که یکم پوستمو چرب کرده و اینجامو برق انداخته قشنگ. حالا من اولشون برقش رو خیلی دوست داشتم، ولی الان هم برق داره هم یه نمه یه کوچولو چرب کرده پوستمو. ولی خب من برقش رو خیلی دوست دارم، مخصوصا برای تابستون خیلی برقش خوشگله. خیلی هم سبکه، آدم اصلا متوجه نمیشه چیزی رو پوستشه. من که دوستش داشتم. خب یکم بخوام اگه دارم خودم توضیحات بدم بهتون، باید بگم که من اسمم مهدیه است، 22 سالمه، متأهلم، با همسرم کرج زندگی میکنیم. دیگه نمیدونم چی بگم. بعد تو زمینه میکاپ، از بچگی کلا به میکاپ کردن خیلی علاقه داشتم و از وقتی هم که اصلا یکم شاغل شدم و تونستم، خیلی سعی کردم لوازم آرایشی مختلف بخرم و تستشون کنم. حالا نمیگم مثلا خیلی خفنم و خیلی با تجربه هم، خب منم قطعا اومدم یه سری تجربه ها رو ما با هم کسب کنیم. و دوست دارم کانال چطوری باشه، حالا شما نظراتتون حتما بهم بگین، ولی من دوست دارم بیشتر فان و خودمونی و مثلا چالشی و چیزای کارهای چالشی دوست دارم انجام بدم. مثلا یه سری چیزا خیلی از بلاگرای عزیز انجام دادن و برای من مثلا مسئول بود که واقعا اگه من انجامش بدم چه شکلی میشه. دوست دارم یه سری کارا رو انجام بدم، شاید یه سری از کارهای قدیمی رو هم انجام دادم، مثلا یه سری ترندایی که مثلا چند سال پیش بوده، یه سری چالشایی که برای چند سال قبله، دوست دارم که این کارا رو انجام بدم. شاید خیلیشون هم انجام بدم. خب در کل کانالمون بر این قراره، یعنی اصلا من برم صورتمو با شویندم بشورم بیام ادامه این داستان. خب من صورتمو با شوینده سراوی مخصوص پوست چرب شستم. شویندمون خیلی هم ازش راضیم. حالا تا پوستم مرطوبه میخوام این سروم کوزارکس رو بزنیم. اینو بچه حتما از روی پوست مرطوب استفاده کنید، اگر نه کارایش رو ازش میگیریم. چه صداییه؟ واقعا نمیدونم چرا الان که من میخوام ویدیو بگیرم یه صدایی باید بیاد. ببخشین دیگه هوا این شده نبود، همسایه است. در مورد شغلم من میخواستم یه توضیحاتی بهتون بدم. این که من صندوقدار یا هایپر مارکتم. ساعت کاریم هم از ساعت 4 تا 12 شبه. دیگه چی باید بگم، بیشتر نصف روزم و سر کارم. اگه دوست داشته باشین رو سعی میکنم از روزمرگی های اونجا هم براتون یکم نشون بدم داخل کانال، که مثلا بدونید من رو چیزی زدن این تمرکز ندارم، نمیتونم حرف بزنم. این ضد لکه من جدید خریدم، میگن که خیلی خفنه، خیلی تعریفش شنیده بودم. من یه هفته این راست دارم تستش میکنم، چون جای جوش دارم خریدم. حالا ببینیم که انقدری که میگن هست یا نه. فعلا در دست تسته. احساس تمیزی، واقعا احساس تمیزی.
دور چشم. یه چیزی هم بهتون بگم، من با همسرم توی یه جا کار میکنیم، یعنی من صندوق دارم، همسرم هم مسئول خرید همون هایپرمارکت هست. همیشه براتون جالب باشه. چرا باید جالب باشه؟ نمیدونم. من یادم میره به شما توضیح بدم چیکار میکنم. مرطوب کننده سیمپل، اینو من خیلی دوست دارم، مخصوص پوست چربشه. من خیلی دوستش دارم، واقعا روی پوست خیلی سبکه، خیلی هم زود جذب میشه. این صدای بازم داره میاد، نمیدونم شما هم میشنوید یا نه، ولی میاد صدا. 4 محصول که میزنید اضافهش اینجوری حتما به گردنتون هم بزنید، چون پوست گردنتون هم اندازه پوست صورتتون نازکه. یه بالم لبم من بزنم و این تموبی قهوه داره، من خیلی دوستش دارم. خب یه جمع‌بندی بکنیم. من یه سری توضیحات بهتون دادم، حالا مطمئنه که بیشتر قراره با من آشنا بشید، منم با شما بیشتر قراره آشنا بشم. قراره که تجربیات زیادی و امیدوارم خیلی خوبی کنارم داشته باشیم. در مورد ویدیوهای بعدی یا شورت ویدیوها اگه نظری داشتید یا چالشی بود یا نمیدونم چیزی خواستید بگید، حتما انجامش میدم براتون. اگه از روزمرگی سر کارم دوست داشتید براتون بذارم، حتما برام بگید توی کامنت ها که براتون بذارم. مرسی که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. امیدوارم که این کانال یه چیز مفید برای شما داشته باشه و دوستای خوبی کنار هم باشید. شبتون بخیر.